از دفعه سلامتی خوده اینجا نه. یک تا شهید دادیم. روز اول ما در شهر اودا آمدیم در یک جایی که خدا فقط نامش میتونه بگه. خیگدال شیگدال پ تو یا پ دو. باز باید چیز کنم دیگه. از اینجا چی میگن شکر ما شکر بسیار همت سخت ما شروع میشه با نوک چی میگن دیگه با قله از این کو دیگه ما تا تانستیم وسایل خودت البته گرفتیم. یک دو سه دانه بایک شد. یک خیمه رو گرفتیم. حالا اومدیم یک نانک بزنیم و رفتیم حرکت کنیم. میگن شکم خالی جنگ نمیشه. تا جایی که قراره بریم به مقصد از موسه فقط 13 کیلومتر راهه دیگه. مو ساعت الان 15 و 10 دقیقه. بریم ببینیم کی میرسیم در اونجا. Let's go. یک شیب خرکی دیگه. رو هرچی تیپ زده بودی خراب شد. یک تا احمق میبینم حضرت جاده شسته. دوستا 15 دقیقه شده که ما از اون جایی که بودیم حرکت کردیم دیگه. نصف راه رفتیم تا راسته. نه خب بگی در 15 دقیقه شده. چی میگن در 15 دقیقه 500 متر آمدیم چون خیلی شیبش زیاد بود دیگه. بسیار راه سختیه. ببینیم چی میشه دیگه. الله خیر. اینا بخیر دارن دویش منن. مقصد هوا بسیار خوبه دیگه. انقدر گرم شد و عرق کردیم مجبور شدیم لباسا رو بکشیم. مدل جدید. شاید تا بالای اوجا رفتیم لوج باشیم دیگه از بلکه گرم میشن. فکر دیگه تقریبا 1 ساعت گذشته. ما هنوز در استراحت اول نرسیدیم. صدای پرنده ها خیلی مناظر قشنگ و زیباییه. کسایی که خوش‌طبع هستن از طبیعت خوششون میاد حتما باید بیان اینجا دیگه. درخت و جاهای زیبا. چی بالاتر میاییم
مقبولتر میشه و جاهایی که از پایین دیده نمیشد اینجا زیبایی خود نمایان میکنه. Oi. مواظب باش راهون. رفتی دیگه. بعد از حدود 1 ساعت و 15 دقیقه ما 3.5 کیلومتر راه آمدیم و از این بعد جاده خامه شروع میشه. بریم. حدوداً بعد از 4 کیلومتر و 2 ساعت و 15 دقیقه پیاده روی 1 تا شهید دادیم. روسا دوستان نیایید. اگر هر کس در فکر سلامتی خوده اینجا نیا. بفرمایید کلا. اینجا یک پاوس گرفتیم، یک کم آما بخوریم. الان هم که داریم شلیل مخوریم در این منظره زیبا که بعدا باز ادامه بدیم تا 1.5 ساعت دیگه 2 ساعت دیگه که باز یک توقف دیگه کنیم. خسته حدود 3 ساعت راه آمدیم. 6.5 کیلومترش خلاص شده و 7 کیلومترش مانده، ولی با گمانم جای سختش تیر کردیم، سربالایش تیر کردیم. از این پس همون طرف کوهای دیگر رو میتونیم ببینیم و این طرف که بگیره زینب جان کوهای دیگر رو دیدن میتونیم و باز شیبش کمتر شدن، باز راه رفتن حال زیاد سخت نیست.
رقم پیش بری. مالی 10 کیلومتر آمدیم، راه رفتیم، عرق ریختیم و الان در جاهای زیبای داستان مرسیم. فقط 3 کیلومتر دیگه مانده تا جایی که قرار بریم چادر بگیریم. در بالای از این کوه با این عظمت کلان یک دریاچه که عمقش هم خیلی زیاده جور شده. پنج ساعت راه رفتیم و تنها 1 کیلومتر مانده. حالا ما میریم برای خیمه زدن خود. بسیار همون تو جای خوبیش رو پیدا کردیم، ببینیم که چطور است. چون اینجا بیشتر سنگه، سبزم که درمده دیگه اونجا بیشتر خیسه دیگه. خیمه زدن اونجا فکر خوبی نیه. باش تو بریم ببینیم چی میشه. باد بیشتر میگذاره چیه مشکلی داره. میگم ما باد همیشه خرابه. بفهمین چای. سلام، صبح هست، ساعت 6. من و راول داریم چادر رو جمع کنیم. متاسفانه فیلم نگرفتیم دیشب چون خیلی خسته بودیم، باران بود دیگه. فقط میخواستیم چادر رو پرتیم و بریم داخل. دیشب انقدر باد زد تا همی دمای صبح دیگه. ما بیدار شدیم، گفتم هوا خوب صافه، بهتره برگردیم. دیگه حالی هم داریم چادرها رو جمع کنیم که برگردیم دیگه. خیلی هم یخ دستا یخ سیده، ولی او طرف دیگه داره خورشید طلوع مونه. سکن نور خورشید دیگه کم کم داره میاد از اون طرف. دیگه ما اینمی راه را آمادیم، ایسو بریم، خورشید منتظرمونه. گایز ما در ترول تونگه هستیم. Let's go boy. Let's go boy. داد خدایا.
خب بریم اون پایین صخره هم داشت نشان. رمزی بافتی دیگه در بهشت جهنم میبینیم میتون دیگه کارتون خلاصه. بعد 2.5 ساعت ما پاوز رو گرفتیم خسته شدیم تا الان تقریبا 7 کیلومتر 8 کیلومتر راه رفتیم دیگه 4 ساعت 9 بجه صبح بعد از اینکه ساعت 6 حرکت کردیم یک پاوز کوچیک گرفتیم یک چی میگیم استراحت کوچیک کردیم اتراق کردیم دوباره شروع بر رفتن کردیم از این شامت جنگی میریم دیگه حدود 8 کیلومتر 2 ساعت رفتیم 4.5 کیلومتر دیگهش مانده. Let's go.
FIFA. Yo, focus. Oh, nasıl ki? دو کیلومتر مانده. نشستیم بغل آبشار. آب میخوریم. آب میخورم. هم تو دراز مندم دیگه به خدا. نیم کیلومتر مانده. هوای آفتابی، نم نم باران و زیبایی مست.